سلام و درود خدمت تمام دوستان عزیز. خیلی خوش اومدید به یه لاین ویدیو دیگه از چنل من. ما قراره توی این ویدیو یه اتچمنت خفن از شاتگان HS405 که هم واسه بتل و هم واسه مولتی هستش رو بهتون بدیم و از ادامه ویدیو رو همراه من شامل باشید. اما قبلش بچه‌ها نمیدونید که با لایک و سابسکرایب چه عملت بزرگی از من کردید. دمتون گرم باشه و بریم سراغ ادامه ویدیو. واسه اتچمنت های بتل مازل رو میذاریم روی چوک، برل رو میذاریم روی RTC Extended Light برل، لیزر رو میذاریم روی OWC لیزر تاکتیکال، آندر برل استریت فور گریپ. برای روی گریپ هم از گرانیولیتد گریپ تیپ استفاده میکنیم. بریم سراغ اتچمنت های مولتی. مازل رو میذاریم روی چوک، برل رو میذاریم روی RTC Extended Light برل، استوک رو میذاریم روی نو استوک، لیزر MIP لیزر و بالاخره روی گریپ رو هم میذاریم روی گرانیولیتد گریپ تیپ. اگه برات جالب بود لایک و سابسکرایب کن تا بیشتر با هم آشنا بشیم.